در مرکز ناحیه وسیع از این ایستگاه مسافران به دهه جوریز دهاتی به نام عبدی عوض رسانیده میشوند. یک روز پیش از عید سنتی جشن روز وحدت ملی تا این دهه واسطه های نقلیات مسافرکشانی مسافران را به طور رایگان به دهه میبرند. سر خستیم سنگ آمدیم که تاکسی همین جوریز همشون رایگان آدمو را برده آورده است. این چنین اینا من خدمم اومدم رایگان اینا حاجی بول سور شده خرید کردم. یه شام موزی گفته است که بچه‌ها رایگان میبر. همین رایگان اش خیلی قبول میکنیم وقتی که همین شدیم ماشین به سومت بر میبره تو رایگان میبره همین وقت خوش میشه که سبحان سعیدов راننده یکی از واسطه نقلیات مسافربری در این سمت است. در این روز از رایگان اعلان شدن مسافرکشانی او رجای کاریش را دیگر نکرده است. میگوید که همین طور تا بگاه به همدیگرانش رایگان خدمت میرساند. ما دو مرتبه چی جمع بازار رفتیم میرن دویم بار ایسا آمده است. رایگان این چند کیلومتر تشکیل میکنه؟ این 8 کیلومتر تشکیل میکنه و اصولش 6 کیلومتر تشکیل میکنه. رفتم تا بگاه هم رایگان میریم. از مرکز ناحیه وسیع تا دهه جوریز مسافه رو 4 کیلومتر است. در هر دو جانب مسافران در این روز از چنین خدمت رسانی خرسند میباشند. با بهاد روزی همه روزی نمی خلق همه خرسند. این زنها ای همه در خرسند کودک‌ها از همه در خرسند همه روزی یک روز رایگان خدمت کردن به خلق هم ثوابش میرسد هم خیلی خلق خوب زندگی. شخصا برای شما چی سبکی شد؟ چی با ما سبکی چی شد؟ اما روزی که پول داده میره برفتیم روزایی که به پول برای با کم تر قوت میگیریم. مبلغ 10 سومون صرفه شد. مصرف نشد صرفه. این فایده شما. فایده ما. همه خلق دام خیل. خدمت رسانی رایگان مسافرکشانی روزهای عید طور رئیس کمیته محله ابراز نمودند در دایره دستگیری تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه و خیرخواهانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردیده. با پیشنهاد کمیته محله در این دهه در قطار عملهای دیگری خیر و ثواب عملی شده است. سال دیگه است که ما همین اقدام قبول کردیم هر روزای عید قربان عید رمضان برای مردم خدمت کردن رایگان همه مسافرکش تاکسی جوریز قبول کردن. ما پیشنهاد کردیم و پیشنهاد همش قبول کردن. 2 ساله که برای مردم روزای پیش از عید یک روز رایگان بی پول اثر تو بگه رایگان میبره میوریم. این اقدام همه ما قبول کردن. تاکسی هم همش با یک چهره کشاد قبول کردن. نسبت به روزهای دیگر به حد زیاد با همین خیلی خیرخواهان زیاد شدن. صف آنها باز زیادتر شدن. با این اقدام ساکنان دهه جوریز با استقبال جشن‌های ملی در دیگر کارهای آبادانی و بنیادکاری این گوشه کشور محبوبمون سهمی ارزنده گذاشته ایستادند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.